لعنتی سرم درد میکنه. نمیایم داخل. مرا ببخش. من باید خو کنم. ای خدا چی کنم؟ موبایلم. جابته. باید گپ بزنیم. جابته. آره چی کنم؟ باید یک کار کنم، اما باید چی کنم؟ فکر میکنم وقتی به تو و نزدیکایت مثل خودم درد نتوم، قلبم راحت نمی باشه. اما این قسم نشد. سرم حالیم درد میکنه، چرا که عقده لعنتی یعنی انتقام رفته ها را پس نمیاره. گرفتن انتقام از شما وضعیت مرا هیچ خوب نساخت، چرا که پدرم حالیم زیر 7 قرار خاک است. چرا که پدرم حالیم کت من نیست. من چی خواد کدم میفهمی؟ من چی کنم؟ نمیفهمی اما تو نیست؟ نمیفهمی؟ خوبی از او اگه میفهمیدی 30 سال عمرت به خاطر انتقام گرفتن از پدرم سپری نمیکدی. بعدن خدا در جنجال نمینداختی. در اونجا دق می آوردی نی؟ بیکار مانده بودی. هر چیز برات بیمانا شده بود. نه زنت، نه دخترت، حتی محبتشان نسبت به تو مانعت شده بود. میفهمی؟ ما چه قسم زندگی کنم؟ نمیفهمی امو تو نیست؟ نمیفهمی آدم بیشرف؟ نمیفهمی معلوم است؟ اگه هم یاله گلونت فشار بتم از بین خواد رفتی. میفهمم از بین میری، اما میفهمم که این کار هیچ به دردم نمیخوره، مرا راحت نمیسازه. سرم درد میکنه، سرم باز رقم درد میکنه.
طرف مادرم دیدن نمیتونم احمق. فقط به خاطر تو، به خاطر تو زندگی از بین بردی انسان پست. زندگی از بین بردی. خوش هستم از چه قره‌ای که افتیدی بر آمدن نمیتونی. تو هم خوش هستی؟ چی شده؟ سرم درد میکنه. او جور نمیشه. زندگی کدنکتش یاد بگیر. زیاد میفهمی. کی را از دست دادی؟ عزیزای من. پسی درد جور نمیشه. سرم باور کن. چرا تا حال خانه نرفتی؟ من زیاد خانه دارم. یکیشم اینجاست. خیلی چرا حال اینجاستی؟ یگان وقت اینجا میایم. یگان شب هیچ جای آرام نمیشم. فقط اینجا آرام میشم. اینجا خدا ده امن احساس میکنی؟ امن چی احمق؟ کدام امنیت؟ تا که کل چیزت از دست ندی هرگز حس امنیت نمیکنی یا ماچ کچوال. ای گپا خوب میفهمی. تو چی خدا از دست دادی؟ صبر کو حدس بزنم. گودی موی درازته. تو جدی هستی؟ بله جدی هستم. باز یک وقت برات میگم کی هاره چی وقت و چه قسم از دست دادیم. اما حال هیچ حوصله ندارم، چرا که طرف درخت خود سیل دارم. کدام درخت؟ ده سابق یعنی
روزای اول که اینجا آمده بودم به جای دیواری یک کلکین اینجا بود. از او کلکین یک درخت معلوم می شد. درخت چنار بود و در وقت غروب نور افتاو از بین برگا تیر می شدن و سایه برگا در سر دیوار می افتادن. دستای ما و روی ما لمس می کردن. می فهمیم ای کار در بیرونم کتم می کرد. دو وقتا در دلم بر خود قصه جور می کردم و سایه برگا همیشه قهرمان داستانای ما می شدن. دوستایی که هر روز هر شو در جگر خونیم کتم بودن ازم حفاظت می کردن و دوستایی بودن که همیشه همراهیم بودن. اونا مرا از اوچای زندگیم نجات دادن یاماچ. قسم کتره امو گیتارت نجات داد. کاملا مثلو. دکتری را میفهمم؟ بله میفهمم اما هیچ چیز نگفت. یعنی تو به خاطر او درخت دی اتاق میایی همونطور؟ بله. اما میفهمم اینجا نه او کلکین است و نه او درخت. اما سایه ها اونا هنوزم اینجا هستن. میفهمم. ندیدن اونا بر ما به معنای نبودن اونا نیستن یاماچ. دستت پیش کو. خوبی چی است؟ ایره پیشت نگاه کو. دقیق طرفش سیل کو. بار دیگه وقت روبرو شدیم باز میگم که ای چی است. یعنی تو مطمئن هستی که بار دیگه هم با هم دیگه روبرو میشیم؟ میشیم. حالا دیگه از اینجا رنگ تگم کو. خواهو میکنم.
صبح بخیر مادر کلان. صبح بخیر جانم. چی را میپالین؟ بسادات گفته بودم که شیر پیره پخته کنه. من از هیچ چیز خبر ندارم، اما صبح دیدمش که به ادریس شیر میداد. چند روز میشه که برش هیچ چیز نمیگم. چوپ من میگیرم اما او زیاده روی میکنه. یک دقیقه بیرون بیا. امر کنین مادر. باندگه ما کی هستم که امر کنم؟ یک شیرنی خواستم او را پخته نکدی. وقت پیدا نکردم. چرا وقت پیدا نکدی سادات؟ به خاطر ایدیس کل باره از شانای تو پس کدیم. مادر طفل در داخل خواب است. میفهمم. شما اونجا چی میکنین؟ یا برین آشپزخانه چای بخورین یا برین پس. چی شده؟ چیز نیست بیادر. سلطانه مادر و سادات خواهر گپ میزنن. خوش آمدی بیادر. بفرما داخل برو. من مشکل تو را میفهمم، اما بس است دیگه. اگه ای بچه تو از نواسه مام است، تو هم دخترم هستی. من دخترتان هستم مادر. من این طفله به تنهایی به دنیا آوردیم مادر. پس شوهرم کجاست؟ ببینین کلشان آزاد شدن آمدن. خدا شاید است به خاطر آمدنشون زیاد خوش شدم، اما شوهر من کجاست مادر؟ در سابقم در این اتاق تنها خو میکردم، امروزم تنها خو میکنم. شوهرم کجاست؟ بگوین مادر شوهرم کجاست؟ حال تو تنها خو میکنی دخترم. شوهر تو یک روز نه یک روز پس میایه. من اونجا تنها خو میکنم. شوهر من هرگز پس نمیایه. شوهر تو به گرفتن جان قاتل پدر خود رفته، فهمیدی؟ میمورم مادر. پس خبر باشین که میمورم مادر. اگه ضرورت شوه میموره. یا خون پدر خود از زمین پاک میکنه یا در ای را جان میته. گپ ما فهمیدی؟ برو پیش بچه. یا ماچ باید گپ بزنیم. پس آن گپ میزنیم. صبر کو. حالا که دیدم تیره بگی فراموشم نشه. ای پیش تو چی میکنه؟ بیادرم روان کرد. زنده باشی. خواهش میکنم بخیر باشی. درباره آکان کتیت میخواستم گپ بزنم، مهم است. پسان داملا پسان. صبح بخیر کاراجا. پدر آلی بیرون میری؟ چای صبح تیار است، میشه که با هم یک چند دقیقه گپ بزنیم. صبح بخیر. حالا اگه بخوایم گپ زدم نمیتونیم. تو هم قهوه خانه میری؟ آکان صبح وقت رفت. خوب است.
سلیم چی شده؟ میفهمم مجله داری، یعنی این قسم سر پای گپ زدن همیشه، اما بازم من میخوایم مشنو. آکان ده نبود شما دیوانواره خود ده هوا آتش میزد تا که منطقه بی صاحب نمانه، به خاطر کاکای خود که حتی یک دفعه هم ده زندان خبرش نگرفتن کوشش کرد. قسمه که او را ده داخل زندان تنها ماندین، امروز هم هیچ کسی از بچه ما حمایت نمیکنه. اما حالا دیگه ببین پدرش آمد، یک کسی پیدا شد که ازش حفاظت کنه، کمکش کنه، یعنی اجازه نده که کسی او را چیز بگویه. یعنی او حالا دیگه پدر داره، حالا دیگه من میتونم راحت باشم. همونطوری سلیم. بشینین. چای براتون بیارم. زنده باشی بیادر. زنده باشی مدد بیادر. چای سبز براتون بیارم یا موج؟ با طعم مالتا براتون بیارم. حالا بیا بیشی اینجا درباره موضوع نیمه تمام گپ میزنیم. کاتما؟ بله بیا بیشی. چرا پیش جمال بیادرم رفتی؟ با دیدن جمال؟ با دیدن بیادرم. یعنی بالاخره لالا رام بوی مسه برای زیاد احترام دارم. تو خوب آدم هستی، کوشش میکنی تیرت بیاری، اما خوب آدم هستی، میفهمم. اگه نمیخوای مثل خلطت کنم حقیقت برام بگو. بیادرم گفت ساله؟ سعدالدین وارتغلو سعدالدین. چرا؟ خانم سلطانه پیش ما آمد، برم گفتن مر پیش صالح ببر. مام امرش با جای آوردم، پیش بیادرم بردم. باز مرا گفت او طرف استاد شو. کت بیادرم گپ زد، من او طرف استاد شدم، هیچ چیزی نشنیدم. دیگه شخ خودتون میفهمی بیادر؟ نمیفهمی که مادرم امروز ساله درباره چی گپ زد؟ قسم میخورم نمیفهمم بیادر، از هیچ چیز خبر نیستم. چند روز بعد بیادرم ده گیر داده. این کار کده خبر شدم. بعد از او بیادرم به زندان آرموتلی انتقال دادن. در آرموتلی هم از زیاد کسا را خو ارزش نمیتن، سرش فشار میارن و لطش میکنن. یعنی وضعیتش خوب نیست. ما هم در اینجا با تشویش هستم بیادر. خیلی تو هم پیشش برو مدد. با ملاقات خو نمیه. با ملاقاتش نرو، یگانه راه رفتن به زندان ملاقات هست. بیادرم قار میشه. چرا قار میشه بچیم؟ چرا قار شوه؟ جرم کده داخل میری، زندانی هستی، چرا قار شوه؟ راست میگی یا ماچ؟ تو جدی هستی؟ نمیفهمم چی بگویم برات. یا ماچ، ما از تو زیاد میترسم. تو مثل سابق نیستی. چی قسم باشم مدد؟ چی قسم باشم؟ تو هم حق بجارم بستی بیادر. بیادرهای شام از زندان بیرون شدن، کلشان یک جای شدن. درست است بچیم. آرام باش، کمی ریلکس باش. گفتم حالش میکنم. اگه اونا اقدام نمیکردن باز پلیس اقدام میکرد، اردو اقدام میکرد، باز هم حفظ میشدن. یعنی تو بدل جمع بشی و سرم اعتماد کن. امشب میریم بخیر. در منطقه خودشان سرشان حمله کده سرچوکشان میکنیم. بیادر صبرم خلاص شده، وضعیت پدرم مشخص است، هنوز در بخش عاجل است، کارخانه ما ازم گرفتن. کارخانه را هم گرفتن. بیادر اما تو در زبانم آمد، اگر نه اونجا از تو است. آفرین.
بیادر میشه یک دقیقه وقتت بگیرم؟ بگو بچیم هیچ گپ ما از مرتضی پت نیست. بیادر سر خانه حمله کردن. کیا؟ کوچوالا. خب خانه نمانده بیادر، فقط دیوالایش مانده. اونا از خود یک نشان دارن نه؟ در دیوالا او را رسم کردن. یعنی چی که خانه نیست بچیم؟ یعنی چی؟ بیادر اشار والی خانه به نقشه را که چپه میکنه نه همون رقم. فقط خانه را نه، کشتی رام در دادن، هیچ چیز نمانده. دیگه خبر بد نداری؟ کنان بیادر، پدر ما چی شده؟ او رام گرفتن از شفاخانه. لوده تو کت ما مذاق میکنی؟ یعنی چی که پدر ما گرفتن؟ 100 نفر در اطراف شفاخانه بودن. گرفتن بیادر، هیچ کس نفهمیده که چه قسم گرفت. اگه لالایت بجای تو می بود نه بازی قسم نمیشیشت. ما چی کنم بیادر؟ پت شو. ایره تو میگی؟ امشب حمله میکردیم، دلشان بد میکردیم، چی شد؟ ای کار اشتکا نیست. از تو دیگه خلاص شده و در حال دیگه مربوط مرتو میشه. مرتو یا نه مرتضی میفهمه که چی کنه. تا وقتی که کار خلاص نکردیم تو باید پت باشی. گپ در کلید چسبید. نه ایمیام آمد. خدا را شکر که خوب هستی. ای که تو را ای قسم دیدم. اگه با مرمام غم ندارم. با ملاقات آمده بودی اما ما پیش دکتر بودم. تو را دیده نتانستم، زیاد جگر خون شدم. ایمی زندگی سرت باشه. سر کل ما بچه. زندگی سر تو هم باشه. دوستا زنده باشن. بفرما بیا. سلام علیکم. علیکم سلام. بیا اینجا بشی. بفرمایید. زنده باشی بچه. خیریت است؟ کدام مشکل است؟ کسایی که کوشش کردن دیروز سر ما حمله کنند. اول فکر میکردیم که آزار است، اما کمال درست درباره‌شان تحقیق کرد. دیگه کسی دست داره. کی است؟ یک نفر به نام داغان. نامش آشناس نه؟ آشناس. چند روز پیش کارخانه‌ش گرفتم. به شینول دوستم تسلیم کردم. پدرش جمال به کما روان کرده، به خاطر که درباره پدرم گپای حق و ناق میگفته. از او خبر داریم، اما تو چرا کارخانه بچه‌ش گرفتی؟ هیچ فرصت نشد که به شما توضیح بدم. شرایط کمی تغییر کرده بود. چی میگی بچه؟ من هیچ نفهمیدم. ما یک تصمیم گرفتیم ایمی. بعد از این منتظر حمله هیچ کسی نمی باشم. ما حمله میکنیم. منتظر آمدن هیچ کسی تا دروازه چقر نمی باشیم.
ما به دروازهشان میریم. با دروازه کی؟ به دروازه کسایی که کوشش کردن ما را از خانه ما بکشن. اسم که کلتان میبینین استانبول است و او هم چکار. تا سبا 8 بجه براتان وقت میتون. یا از استانبول گم میشن یا ما از اینجا گمتان. اینه تو بیادر، اینه تو. چوقار در مقابل استانبول بجنگه. ما غلط شنیدیم یا که براستی استانبول در چقور است؟ درست شنیدی بچم، اما چقرام دا استانبول است بالاخره. اما تو نیسیمی؟ همین رو نمیگفتی؟ معذرت میخوایم که گپت قطع کردم، اما با کاکایم گفتم که تصمیمش غلط است. دیروز دشمنای ما پیش روی محکمه رسیدن. پشت ما نگرد. ما در کلانم کاراجا کم بود که پیش روی چشمای ما حتی نمیخوایم ده باره فکر کنم. خوب شد به یادم آوردی. اگه در آخرین لحظه نمی رسیدی آفرین. ای دیگه چه قسم گپ است کاکا، مرا نشرمان. اگه میفهمیدم که تو یک کار میشه آمادگی ما بیشتر میگرفتم، اما پیش از حادثه دیدی؟ 1 ثانیه پیش از حادثه دیدم کاکا. اگه یک قسم پیش بریم ده ای طرف و ده او طرف حمله کردن شروع کنیم، شاید بار دیگه نتونیم حفاظت کنیم. بار دیگه نمیتونیم از چقور حفاظت کنیم. خیلی چه قسم میتونیم از چقور حفاظت کنیم؟ با تولید مواد مخدر؟ درباره هاکانم را گپ میزنم، مهم است. پسان دام لپسان. هاکان در چقار مواد مخدر تولید میکنن. چی؟ اول به خانما کارگاه ساخت، اینا را تولید میکرد. تسلیمات به این شکل داخلی انجام میداد. به خاطر نشان دادن به تو چندانه نگاه کرده بودم. امروی کی کار میکنه؟ نمیفهمم، اما پیدایش میکنم. مطمئن هستی؟ یعنی مطمئن هستی آکانی کار میکنه؟ مطمئن هستم. اگه میخوایی از خودش پرسان کن. ای که قبول میکنه یا نه نمیفهمم، اما به نظر من یک بار بپرس. بله میشنوم. آکان کاکای چی میگه بچیم؟ ما هر کاری که کردیم به خاطر چقور. به خاطر چقور؟ همونطور است؟ به خاطر چقور؟ بچیم تو قوانین برای ما یاد نته. حفاظت میکنی، به امانت خیانت نمیکنی. تو این کارها رو میفهمی؟ تو همه قسم از امانت حفاظت میکنی؟ با فروش مواد مخدر از چقور حفاظت میکنی؟ پدر من، پدر کلان تو به خاطر انجام ندادن این کار بچه خود از دست داد.
بچه خودم. شما نبودین کاکا. به این خاطر کمک مردم به ما. به ما فلسفه نگو. حوصله تا ندارم. پدر من وقتی همراه مادرم عروسی کرده بود 1 گرم طلام برش نداده بود. صرف به خاطر همی کار. در هر سالگیری عروسی خود به مادرم طلا می گرفت. ایمی تو بگو برش 15 سال قبل شرایط اقتصادی چقدر چه قسم بود. مادرم کل طلایی را که پدرم برش گرفته بود آورده پیش روی پدرم انداخت و گفت که اگه از چقدر حفاظت میکنی یک قسم حفاظت کن. قوانین نباید زیر پای کنی. فداکاری میکنی. راه حل درست پیدا میکنی. شرایط دشوار، قوانین دشوار. بس است. میفهمم وقت ما نبودیم زیاد تلاش کردی. صحیح است. معلوم است اگه به بودن در اینجا ادامه بدی هم به ما هم به مردم ضرر خواهد رساندی. کسی که قوانین زیر پای کنه یک جزا داره و تو هم از این مستثنا نیستی. حالا وسایلت جمع کو، خانه برو، کالایت کلش جمع کو، بعد از چقدر گم شو برو. ده هر جایی که میری برو. ده خانه نباید باشی. ده خانه ما جای خائنان نیست. اشتباه میکنی کاکا. هیچ ضرور نیست که تو به من قانون یاد بدی بچه جان. شاید فهمیده باشی. رنگت گم کز اینجا. بیادر تبعید شدم. چی؟ از مواد مخدر خبر شدن. خبر شد؟ یعنی که چی تبعید شدی بیادر؟ از این موضوع خبر شده و بدونی که استخوانایت هم میده کنه علاج کرد؟ دانت بستک و احمق. او باشه چرا قارستی؟ چی شده؟ در این حالت شکر کن. دلش بری سوخته و بدونی که غرضت بگیره گفته برو. میرو اما قسم برمیگردم که فهمیدم بیادر، فهمیدم تو هیچ آدم نمیشی. اگه از من خوشت نمیه پس تو هم برو گم شو احمق. با تو ضرورت ندارم. صبر کو، کجا میری؟ کاکا ایمی او یک نفر به نام داخان. بیادرش فکر کنم شاگرد تو بوده. چی رقم؟ کی از او بشرف؟ تو به یاد نداری؟ نامش مرتضی. فری مرتضی. تو از اول نگفتی احمق؟ درست است قار نشو. استغفرالله تو. بچم فری مرتضی درست است؟ نه شناختم بچم، شاگرد منه، شاگرد پاشای مرحوم بود. کی است؟ چی کار است؟ مرتضی یک بچه با استعداد بود. پاشا پیش خود گرفتش، برش خوب کار یاد داد. قرار بود مسئولیت فروش سلا برش بده، اما با یک بارگی او احمق ناپدید شد. زیاد پالیدمش خوب پیداش نکردیم. بعداً خبر شدیم که غلامی کسای دیگر قبول کرده. مرحوم پاشام سرش قار شد. گفت تو آی از خود ما یاد گرفتی با جان خود ما میزنیه؟ گفت تو مداخله نکن. میخواستیم جزایش بتیم اما پدر مرحومت
گفت غرض نگیرین، هر کس روزی خدا پیدا میکنه. گفت مداخله نکنین، ما میلایش کردیم. جایش کجاست؟ مالتپا. ما همینقدر میفهمم بچه، اما بازم یک بار پرسان میکنیم. درست است. پس من منتظر خبرت میباشم. سعید من میرم. کجا میری بیادر؟ مام همراهت برو. نه متین، تو همینجا باش. کمی کار دارم. منتظر خبر ایمی باشین. هر چیزی که شد مرا خبر بدین. قسمت بعدی. آقا زر سلام، من فاتح هستم. قاتل پدر ما را پیدا میکنم. قاتل پدر ما را پیدا کرده، جان او را میگیرم یاماج. پیدا کو و عذاب وجدانشم ختم کن. این بیمه زندگی محض. در غیر از او هیچ کسی در امن نمیمانه سلیم. خواهرای دوست داشتنی تا احمقا! اعلاشان کنه! گفتم اعلاشان کنه! اعلا کنه!